بابی توبنده توبتن نسو گفتگی آیت است. استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. همین نصوحا خب حضرت مولوی در مثنوی شریف شو حکایش آوردن. همین سال مطالعهش کردم، عجایب مطالعه. همین سه باید که انسان گوش کنه. توبه گفتگی، نصوح گفتگی برگشتن از گناه با سوی عبادت بده. یکمش نصوح خودش یک جوان نشده است عزیزان من، در دوره های قدیم جوان، لیکن خودش مردک لباس زنکی کتی انشاءالله میگشته است و در حمام پادشاه خدمت میکرده است. تمامی خودش مرد نکین، آوازش ریش نداشته است، موی لام ندارد. میگه حضرت مثنوی شریف نه همین حکایه خوندم نداشته است، لیکن دخترها را بازی کرده میگشته است، مسج کرده، بعضی هاش ایره برارده، زنا کرده. همین کارا فقط خدمتگاری در یعنی پادشاه حمامش کار میکرده است، لیکن یگان کس نه اظهار نمیکرد که من مردکم. حتی دختر پادشاه ملکه را آب بازی داریدن وظیفه امین بده است. ببینید بعد میگه یک چند بارا توبه میکرد است. برگشتم با غرورش با ویش با رفته با همون کارش دام یک پیش عالم برفته است که ای عالم تست یک من دعا کن، من همی گناه کردم به جز خدا کسی نمیدونم، زنها میدونه خلاص دیگه هیچ کس نمیدونش، من الله ترسیده استم. گفت که آخی برگرد این کارا نکن، از خدا بترس انشاءالله الله میبخشد. لکن با ادامه داد. میگه یک روز میگه در همون درون حمام بود، میگه بریلیانت دختری پادشاه گم، این برای بی‌توبه ها مثاله، مثل همین خدا خود غیرت که الله میبخشد انشاءالله. بعد میگه حکم میبرن دری حمام محکم میکنن، حکم میبرن میگن که کسی که میگه از کسی که همه را میگه مادرزاد لیچ کنه لباساش کشی، اینم در درنی هوا یک کن نصوحا. یک بر جنگ میرا میگه رنگاش کندگی لرزیده ساده که خدا جانک شرمندم نکرد. بعد کسی افشا گفت جزا نگرفته میشه، اگر فهمانش مرده که همون دهات قتل جاش وی که چند قدر سال گناه کرده گشت. بعد میگه یک برچک نمیشنه که خداوند میگه از تحت دل توبه میکند پروردگارا اگر از همین بلا مرا خلاص کنی من هرگز دیگر سری گناه نمیرم. این خدای مهربان میگه شرمندش نکرد. این خدای تعالی میگه پیش عینا میگه همون چیز یافتش میگه. اعلان شد که کار ادا، میگه لباساش میگه در بدنش بود، میگه همین که گریخته برفت که میگه هرچند دختر پادشاه آدمش ممکن بیا با همین کار تکرار کن. گفت که من اگه توبه کردم پیش الله همچنان توبه که الله میبخشد انشاءالله. خدا خواهد توبه نسوک معنای توبه برگشتنی از گناه به طاعت. اگه توبه کردی نماز خون 5 وقت، لیکن نماز نخونی اوره نشه بعد استغفرالله توبه کردم شد گفته که توبه نمیشه 5 وقت نماز که میخونی. معنای توبه همین است. خدا خواهد انشاءالله برگشتیم دیگر سری همون گناه نره تمام اک ترکش کن. به گناه فقط الله های دنیا ده. خدا خواهد انشاءالله پیغمبر بزرگ که معنای نصوح میدانند چی است؟ توبه کردن، برگشتن از گناه با سوی طاعت عبادت. یکی دیگرش استغفار گفتن که طلب مغفرت کن، استغفار گو ای خدا گو که بخش گو که خدا جان گناه آمد نگو هیچ کس شرط نیست و برمده رکلام کردن شر نیست آدمان ده نه فقط خدا دونشید ساتر که خدا خواهد گناه تا شبا ساعت یک و دو خیلی شبای درازه یک جای نماز پرتو پیش الله گریه کن، پیش الله خدا خواهد توبه کن. معنای یک توبه گفته است خیلی که مادر شیر میتیه شیر ای پیستانی مادر میبره و گشته نمیدراید همچنان میگه توبه کن. خدا خواهد انشاءالله همچنان که الله انشاءالله میبخشد. خدا مهربان انشاءالله، لیکن ما مهربان نیستیم، ما خود ظالم هستیم، نمیخوای که بسوی خدا قدم مونی. حدیث قدسی الله میگه اگر بنده یک قدم مونه من 10 قدم میمونم طرفش، اگر بندم را گشته بیاید من دویده میرم پیشش. با چی گوه خدا از توبه شما خدا خرسند میشد است که بندم ایره بدگه شرمنده نشید در دنیا. بنده خدا نوازیش میکنه انشاءالله. خدا خواهد الله حق سبحانه بینین برای چی ما اراده خدا خواهد گشتن نداریم. نمیخوایم که سوی خدا بیامو طاعت کنیم عبادت کنیم انشاءالله. خدا خواهد